سلام دوستان، امروز میخوام در مورد چربی بوکال و اینکه چی هست، چه کارکردی داره، عملش به چه صورت هست، دوره نقاهتش چجوریه و عملش نتیجهش به چه صورت هست، توضیحات رو خدمتتون عرض بکنم. ببین، چربی بوکال فت در حقیقت چربی هستش که در بین عضلات صورت و جزء کمپارتمان های عمقی صورت در زیر گونه قرار داره، در این قسمت که ما به اصطلاح میگیم لب، و کارکردش کمک به مکیدن شیر توی شیرخواران هست و یک چربی با منشأ دقیقاً جنینی هست و همه ما این چربی رو داریم. به طور نرمال خودش حجم 4 تا 6 cc داره و با افزایش سن این چربی هم رشد میکنه. در حقیقت چربی بوکال فت باعث در حقیقت فرمدهی به صورت میشه و جدیداً با تخلیه این چربی ما باعث کاهش چربی صورت در قسمت زیر گونه و همینطور زاویه دار شدن صورت و یا به اصطلاح مدلینگ صورت میشه. جراحی بوکال فت رو ما در چه کسانی توصیه میکنیم؟ جراحی بوکال فت بستگی به این داره که فرد چه انتظاری از این عمل داشته باشه، چون نتیجه این عمل در افراد مختلف متفاوته و هر فردی کاندید مناسب این عمل نیست واقعا. و مثلا تو افرادی که صورت گردی دارن، اگر میخوان صورتشون لاغرتر بشه، مقدار جمع‌تر بشه، ما توصیه به جراحی بوکال میکنیم. ولی تو این افراد کات گونه خیلی زیادی در زیر گونه نمیفته چون پوستشون ضخیمه. این افراد باید یک کاهش وزنی هم داشته باشن تا این ضخامت پوست کمتر بشه، تا این کاته خودش رو بهتر نشون بده. تو افراد لاغری که پوست سفتی دارن، گونه خوبی دارن، زاویه و چونه خوبی دارن، ولی این قسمتشون پر هست، با جراحی تخلیه بوکال فت در حقیقت باعث میشیم که یک کات گونه بسیار زیبا و نچورالی در فرد ایجاد بشه و به اصطلاح هالیوود مدلینگ ایجاد بشه و زاویه فکشون خیلی بهتر دیده بشه. در کل جراحی بوکال فت رو ما در کسانی که پوست و شل افتاده‌ای دارن یا سنای بالایی دارن، مثلا بالای 50 سال، خیلی توصیه نمی‌کنیم، مگر اینکه همراه با جراحی لیفت صورت باشه که خب برای اینکه مدلینگ بهتری بدیم تو جراحی لیفت صورت ممکنه نیاز باشه این بوکال فت رو هم برداریم. عمل بوکال فت به چه صورت انجام میشه؟ ببینید، عمل بوکال فت به صورت سرپایی در مطب با بی‌حسی و خواب مصنوعی قابل انجام هست. حداکثر 1 ربع کار داره. 2 تا برش کوچیک داخل دهان داده میشه بعد از انجام بی‌حسی و چربی بوکال کاملا تخلیه میشه به صورت قرینه و 2 تا بخیه خواهید داشت. این بخیه ها جذبی هست و طی چند روز آینده خواهد افتاد و نیاز به کشیدن نیست. دوره نقاهت جراحی بوکال فت به چه صورت هستش؟ ببینید، این جراحی به علت این که در صورت انجام میشه و صورت پر عروق هست، بنابراین بعد از این عمل طی روزهای بعد صورت یه مقدار ورم میکنه. این ورم ممکنه یه طرفه یا 2 طرفه باشه، کم یا زیاد باشه، ولی در کل در این جراحی در همه افراد یک ورمی رو خواهیم داشت. معمولا 1 هفته تا 10 روز روند صعودی داره و بعد کم کم این ورم کاهش پیدا میکنه. نتیجه بوکال فت 1 تا 2 ماه آینده مشخص میشه با کاهش این ورم. کارهایی که باید افراد انجام بدن بعد از این عمل چی هست؟ 1. رعایت بهداشت دهان و دندان بسیار مهمه، یعنی مصرف دهانشویی، آنتیبیوتیک، مسواک. 2. عدم استفاده از سیگار، قلیون، مشروبات یا ورزش‌های سنگین طی 1 هفته بعد از عمل. 3. انجام ماساژ هست. یه ماساژ از زیر گونه که ما توصیه میکنیم به این صورت روزی 3-4 بار با 4-5 دقیقه این ماساژ رو انجام بدن که این ترشحات رو کمتر میکنه. 4. مصرف غذاهای نرم و به اصطلاح مایعاتی یا سوپی طی 1-2 روز اول خیلی کمک میکنه این ورم‌ها کمتر بشه. چیزهای خنک بخورن یا کمپرس سرد تو 1-2 روز اول باعث میشه که این ورم کمتر بشه. نکته بسیار مهمی که بعضا گفته نمیشه در مورد عوارض و یا پیامدهای بعد از عمل جراحی بوکال فت هست. ببینید، اینها 2 دسته هستن. یک دوره نقاهته که تو همه افراد اتفاق میفته، مثل ورم، و خب این چه عمل اینجا انجام بشه چه هر مرکز دیگه‌ای، به هر حال این ورم اتفاق میفته. احتمال عفونت هست اگر فرد بهداشت دهان دندان رعایت نکنه یا سیگار بکشه، احتمال عفونت هست. اینها قابل رفعه. ولی نکته بسیار مهمی که هست اینه که
اگر جراح کارش رو درست انجام نده یا بی تجربه باشه ممکنه باعث آسیب عروقی یا آسیب عصبی بشه و اختلال عصب در حقیقت صورت رو ایجاد بکنه. پس بنابراین خیلی مهمه که این عمل رو که اولا یک عمل ساده‌ای واقعا نیست، چون یک عمل دائمی هست و یک تاثیر دائمی رو صورت فرد میذاره، در یک مرکزی که در حقیقت تجربه کافی داشته باشن انجام بدید.